یک جوانی که حالا تازه تولد شده است یا به ویه رسیده ایستاده است، او وقتی که وارد دوشنبه می شود اطراف را می‌بیند، میگه این بنا را کی ساختن در زمان امام رحمان، اون را کی ساخت در زمان رستم، سیم بنا را در کجا ساختن در زمان فلان. خب پس دوشنبه رو، تاجیکستان رو، ملت تاجیک رو همین ساخته بوده است. قبل از این دیگر نه ملت بوده است، نه دولت و نه شهر و نه بینای، و فقط جنگ بوده است. ملت تاجیک فقط یکدیگر رو میکشتند و دیندارها بودند و امیر علی خان بود و امارات بخارا و حالا جنگ شهروندی شد و بعد مبادا از یک جا یک نفر تصادفاً خداوند همچون هدیه الهی او را فرستاد و آمد و نه تنها جنگ شهروندی رو خاموش کرد، صلح و وحدت آورد، بلکه ملت ساخت، دولت ساخت، شهر ساخت، بینو ساخت. و مردم، اون نسل جوانی که چیزی رو نخونده است، ندیده است و اصلا دیگر تحت تاثیر تبلیغات و پروپاگاندا یک قسم باور خواهند کرد. و هدف امام رحمان هم از این ذهن ملت رو پاک کردن و یک ذهنیت و یک تاریخ ساخته و جعلی رو با وجود آورد.